بنابر گزارش‌ها از افغانستان، بر اثر حمله هوایی نیروهای ارتش آن کشور در منطقه دفتانی ولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز، ده نفر از جمله غیر نظامیان کشته شدند. ولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز افغانستان در روبروی ناحیه 5 ولایت ختلانی تاجیکستان واقع است. مقامات رسمی شماره کشته شده های حمله روز دوشنبه در کندوز را 15 نفر اعلام کردند. برخی وکیلان شورای ولایتی تعداد قربانیان را 50-60 نفر گفتند و طالبان میگویند که در این حمله نیروهای حکومتی حدود 150 نفر جان باختند. شاهدان عینی بر رادیوی آزادی گفتند که در این حمله 50 نفر کشته شده و حدود 100 نفر دیگر زخم برداشتند. عبدالحمید حمیدی، یک مقام پلیس، میگوید این حمله هوایی نیمه روز 2 اپریل در منطقه دشت ارچی که طالبان در آنجا جمع شده بودند صورت گرفته است و گفته است طالبان در محلی که هدف قرار گرفت جمع شده بودند و برای انجام یک عملیات آماده می شدند. این مقام پلیس شماره کشته شده ها را حداقل 15 نفر گفته است. عبدالحمید حمیدی بدون ایرای جزئیات گفته است یک نماینده دستگاه رهبری طالبان در پاکستان هنگام حمله در آن مکان بود و شماری از غیر نظامیان نیز در میان قربانیان هستند. ارتش افغانستانی در بیانیه گفته است حداقل 15 تن از افراد طالبان از جمله ملا بریانی عضو بلندپایه شورای کویت کشته شدند. شورای کویت نام شورای رهبری طالبان است که در شهر کویت مرکزی ولایت بلوچستان پاکستان قرار دارد. حضرت کریمی، سخنگوی دیویزیای پامیر واقع در شمال افغانستان، در رابطه با این حادثه گفت که در این حمله 15 نفر از مخالفان دولت کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. با این همه گزارش‌های دیگری از تعداد کشته شدگان و نیز محلی که هدف حمله هوایی قرار گرفت منتشر شد که با اظهارات رسمی ارتش و پلیس مانندی ندارد. از جمله شاهدان و حتی تعداد از مقام‌های محلی افغان گفتند یک مسجد یا مدرسه در حالی که مراسم ادامه داشت هدف قرار گرفت و ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند. مولوی عبدالله، یکی از اعضای شورای ولایتی کندوز، به خبرگزاری آلمان گفته است تعداد بین 50 تا 60 نفر در این حمله که به یک مکتب صورت گرفت کشته شدند. مولوی عبدالله میگوید در مراسم پایان تحصیلات دینی در این مکتب هم اعضای طالبان حضور داشتند و هم غیر نظامیان. گروه طالبان شماره کشته شده ها را 150 نفر گفته و افزوده است که هیچ یک از اعضای گروه در این محل حضور نداشتند. سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته است امریکا دخالتی در حمله هوایی کندوز ندارد. حمله هوایی در کندوز در حال صورت گرفت که بر پایه استراتژی نوی نظامی آمریکا که سال گذشته اعلان شد، نیروهای هوایی افغانستان با جنگنده ها و اسلحه نوتر مجهز شدند. تقویت نیروهای هوایی افغان یکی از افضلیت ها در مأموریت نیروهای ناتو در افغانستان می باشد و موفقیت نیروهای زمینی بنابر حمایت هوایی نیروها رو به افزایش است. اخیرا نیروهای هوایی افغانستان در ولایت فراه نخستین بمب‌ها را به یک قرارگاه طالبان پرتاب نمودند، اما کشتار غیر نظامیان بر اثر این حمله های هوایی پشتیبانی مردم از روند صلح را به خطر روبرو می‌کند. آمار اخیر سازمان ملل متحد حکایت از افزایش شماره قربانیان غیر نظامی بر اثر حمله های هوایی در افغانستان دارد. حمله در کندوز در حال صورت گرفت که معمولا گروه طالبان خود را برای انجام عملیات و حمله های بهاری آماده می کند. دشت ارچی از منطقه های ناامنی ولایت کندوز به شمار می رود و تقریبا تمام این منطقه از سال 2015 به این طرف در نظارت گروه طالبان است.